برای پوره سیب زمینی ها رو آبپز میکنین و همینطوری داغ داغ رنده ریز میزنیم. این نکتهش خیلی مهمه که حتما سیب زمینی داغ باشه. سیب زمینی رو میزنیم رو حرارت، بهش کره اضافه میکنیم. مرتب هم میزنیم تا کره به خوردش بره. من برای 4 تا سیب زمینی متوسط حدوداً 25 گرم کره اضافه کردم. میزان شیر بستگی به نوع سیب زمینی داره، یعنی یه سیب زمینی هست که لازمه که شیر بیشتری بهش اضافه کنین تا لطیف بشه، یه سیب زمینی هست که نه، شیر کمتری میخواد. میزان چربش هم که اختیاریه، دوست دارین چربتر بشه خب کره بیشتری بزنین. کره به خوردش رفت، بهش شیر اضافه میکنیم. شیر کم کم اضافه میکنیم، هم میزنیم به خورد سیب زمینی میدیم. اگه دیدیم باز لازمه دوباره میریزیم. یهو شیر اضافه نکنین که بعد دیگه براتون جمع نشه. خب شیر به خوردش رفت، دوباره یه مقدار دیگه بهش شیر اضافه میکنیم. خب فلفلم اضافه میکنیم. در تمام طول پختم حرارتتون ملایم باشه. نظر من لطافتش عالیه. اگه دوست دارین که شکوفه بزنین برای تزیین غذا، بهتره که یه ذره بافتش از این سفت‌تر باشه، یعنی یه ذره بیشتر رو حرارت نگهش داره.